مذهب او را اختیار نموده‌ایم. چرا امام اعظم گفته می شود؟ من باید تحقیق کردم که یک جوانه که به فرماست گفته است که برای چی امام اعظمش میگی؟ امام ابو حنیفه میگه این کافی است. حالا که این مرد در طول حیات خویش اعظم بودن خدا، بزرگ بودن خدا و مراتب چندین بارها اثبات کرده و تمام علمای اهل سنت و جماعت، کسانی که در زمانش میزیستند و اونهایی که بعد از این امام بزرگ پا به عرصه هستی گذاشته‌اند، و اعظم بودن او و بزرگتر بودن او همه اعتقادمند. در صحیح مسلم یک حدیث روایت شده از حضرت ابو هریره رضی الله عنه، راوی امت اسلامی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او من ابناء فارس حتى يتناوله. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر علم روایت امام احمد است، ما از مسلم گفتیم و صحیح مسلم دین ما است. اگر دین در نزد ثریا باشد، ثریا که از سیاره‌های دورترین نسبت زمین، بلندترین به حیثیت، یکی از مردای فارس یا یکی از فرزندای فارس، البته با او دین یا اگر در روایت امام احمد بگیریم با او علم میرسند و او را میگیرند. و حدیث متفق علیه آمده است، حدیثی که بخاری و مسلم روایت میکنند. در روایت از حضرت ابو هریره رضی الله عنه کنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، روز میگوید در نزد پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم نشسته بود. فانزلت علیه سورة الجمعه استعذ بالله والآخرین منهم لما یلحقوا به. در همه اسلام میگوید از جانب خداوند و محمد صلی الله علیه و سلم سوره جمعه نازل شد که در ضمن یکی از آیاتش خداوند بزرگ می‌فرماید و آخرین منهم، یعنی کسانی که از اینها بعدتر میآیند، لما یلحقوا به، نمیرسند هرگز به شخصای اولان. یعنی که بعضی جوانمردایی هستند که اونقدر پیش خدا و پیش پیغمبر مرتبه و منزلت پیدا میکنند که بعدی‌ها دیگر این مرتبه و منزلت را دسترس کردن نمیتوانند. فقال رجل من هم یا رسول الله، یک مرد میگوید از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید که اونها کیها هستند یا رسول الله؟ یعنی اون کسایی که دیگر شخصای بعد می آمدگی به اونها نمیرسند. در روایت امام بخاری آمده است که قلت، گفتم میگه حضرت ابو هریره همون سؤال به خود استاد میدهد که من گفتم که من هم یا رسول الله، ای رسول الله اینا کیها هستند؟ این بزرگ مردانی که دیگر بعدی ها به اونها نمیرسند. فلم یراجعه حتی سأل ثلاثه. پیغمبر میگه در ابتدا اعتنا با اون مردی سؤال کرده نکرد تا اینکه 3 بار مراجعه، 3 بار سؤال کرد، 3 بار از این مسئله سؤال شد. و فینا سلمان فارسی، حضرت ابو هریره میگوید در نزد ما سلمان، حضرت سلمان فارسی نشسته بود. فوضع یده علی سلمان ثم قال، وقتی که باری سیدیم سؤالش کردن که اونا کیها هستند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دست مبارک در بالای گوش سلمان گذاشت. ثم قال، بعد از او فرمود لو كان الإمام عند الثريا لناله رجال او رجل من هؤلاء. اگر گفت ایمان در نزد سیاره ثریا باشد، یعنی به نهایت دور و دستمارس باشد، البته یک گروه از مردم، و در یک روایت دیگر آمده است که مرد
از زمره ایشان یعنی از اهل فارس میرسد و ایمان میگیره. غرض از آوردن یه احادیث چیست؟ حضرت علامه جلال الدین سیوطی مفسر محدث فقیه معروف اسلامی که اصلا حنفی مذهب نیست، وقتی که ما وصف صفت حضرت امام اعظم میکنیم کوشش میکنیم که قول و الفاظ مردای بزرگی را که حنفی مذهب نیستن بیاریم. تو نگویم که هم مذهبای خیلیش هستن از همین خاطر بادام که با خریداش هستن تعلیف توضیحش ندیم. حضرت جلال الدین سیوطی مرتبه و منظراتش در اسلام معروف و مشهور است. حضرت گفت این مصداق هذه الاحادیث التي اخرجها البخاری و مسلم و غیرهما هو الامام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. گفت بشک مصداق این احادیث، تصدیق کننده این احادیث که این احادیث امام بخاری، امام مسلم و دیگر محدثان روایت کردند، حضرت امام اعظم ابو حنیفه است. یعنی همون سخنی که پیغمبر گفت که لناله رجل من هؤلاء، مرد از اینها یعنی از اهل فارس میرسد و علم و دانش و ایمان به دست میارد، امام اعظم ابو حنیفه است. مصداق قول پیغمبر حضرت امام اعظم است. و یکی از شاگردان جلال الدین سیوطی در حاشیه ذکر کرده است، حالا شک فیه، در این سخن استاد ما میگه که ما شک و شکلی نیست، لأنه لم يبلغ أحد من أبناء فارس في العلم مبلغه. چرا؟ زیرا که هیچ نفر از فرزندان فارس مرتبه و منزلتی را که حضرت امام اعظم ابو حنیفه کسب کرده در علم کسی کسب نکرد، کسی با خود درجه و منزلت نرسیده است. پس مصداق احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت امام اعظم ابو حنیفه است. این شخص بزرگ سال 80 هجری در شهر کوفه در عائله ثابت ابن زوجی یا بر روایت ثابت ابن مرزمان نام یک شخص صالح به دنیا آمد. شهر کوفه واقعا شهر علم بود، شهر دانش بود، بزرگترین مرکز علمی مسلمانان همه عصر زمان بود. وقتی که ما درباره کشورگشایی مسلمانان در عهد خلافت حضرت عمر با شما صحبت داشتیم، اما وقتی که کرده بودیم که با امر حضرت عمر شهر کوفه تأسیس داده شد. قبل از جنگ قادسیه با امر حضرت عمر شهر کوفه را تحریزی کردند. مسلمانان برای آنکه پایگاهی داشته باشند شهر کوفه را ساختند. یعنی تاریخ بسیار قدیم ندارد مثل دیگر شهرها، اما از پس که مسلمانان از اطراف و اطراف به این شهر می آمدند و احتیاج به علم و دانش داشتند، حضرت عمر رضی الله عنه یک عده از معلمان را از برای تعلیم و تعلم ایشان به شهر کوفه ارسال نمود که در رأس آنها حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است. حضرت عبدالله بن مسعود صحابه پیغمبر فقیه امت میگفتند، فقیه امت اسلامی است. حتی حضرت حذیفه ابن یمان صاحب سیر پیغمبر میفرماید ما کان رجل اشبه برسول الله صلی الله علیه و سلم هدیا ولا دما من عبد الله بن مسعود. هیچ شخصی میگوید از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از روی هدایت نمودن و دلالت به کار خیر کردن مردم از عبدالله ابن مسعود شبیه‌تر به پیغمبر نبود. مکتب تعلیمی رسول الله صلی الله علیه و سلم که خوب از صفر نبود، همون چنانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم را دلالت به خیر میکرد، هدایت میکرد به سوی راه راست، حضرت عبدالله ابن مسعود نیز همچنان عمل میکرد. بسیار شبیه بود در تعلیم دادنش، در دعوت کردن مردم به حضرت رسول الله. از این خاطر حضرت عمر به واسطه ابن مسعود فرستاد که با مردم تعلیم ده،
تعلیم قرآن، تعلیم احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تا از اسلام باخبر باشد. صحیح بدون نداره. و وقتی که عبدالله ابن مسعود به شهر کوفه آمد شروع به تعلیم نمود. در روایات صحیحه آمده که عبدالله ابن مسعود در مدت چند سال 74 شاگردی بر کمال تیار داد. تصور نکنید 74 عالم معرفه باقی داشت. حتی در بعض کتب آمده است که 4000 شخص از مکتب علمی عبدالله ابن مسعود بهره برده است. اکنون شما تصور کنید که این شهر کوفه چه نوع شهری داشت. وقتی که حضرت علی در زمان خلافتش شهر کوفه را مرکز خلافت اسلامی تعیین نمود، در شگفت رفت. از بسیاری علما، از بسیاری قرا، از بسیاری محدثین و در حق حضرت عبدالله ابن مسعود دعای خیر کرد که رحم الله ابن ام عبد قد منع هذه القريه علما. گفت رحمت خدا عبدالله ابن مسعود داد که واقعا این دیه را کوفه را مولومان از علم کرده است، پر از عالم و دانشمند کرده است. حتی حضرت به حد وجدش آمد وقتی که شاگردای عبدالله ابن مسعود را خود گفت اصحاب ابن مسعود سرج هذه الامه. اصحاب عبدالله ابن مسعود، شاگردان عبدالله ابن مسعود چراغ‌های این امت هستند که مردم رسول راه حق هدایت میکنند. اگر تصور کنید که حضرت امام اعظم در چنین شهر تا به عرصه هستی گذاشت. سال 80 در صورتی که در شهر کوفه بعضی از صحابیای پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکونت داشتند. بعضی دیگر اگر چنده که سکونت دائمی نداشتند اما عادتا زود سفر کرده و به کوفه می آمدند. از این لحاظ اکثر علما و محققین تأکید میکنند که حضرت امام اعظم ابو حنیفه از زمره تابعین است. تابعین شاگردای صحابیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و بعد از صحابه ها در مرتبه و منزلت دیوم در بین ملت قرار دارند. و گفتیم که با قول اشخاصی را داریم که منسوب به مذهب امام اعظم ابو حنیفه نباشند، زیرا تمام علمای حنفی معتقد هستند که حضرت امام تابعی است، کسی اختلاف ندارد. اکنون شما ببینید شخصایی که شافعی مذهب هستند متعلق به دیگر مذهب‌ها هستند نسبت حضرت امام اعظم چی میگویند در این مورد؟ حضرت ابن حجر هیثمی مکی که اصلا شافعی مذهب است قانون بزرگی است و وصف صفت حضرت امام اعظم در کتاب نوشته است الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفه النعمان. در همین الخیرات الحسان تاکید میکنند انه ادرک جماعة من الصحابه رضی الله تعالی عنهم جاءوا بالكوفه بعد مولده سلمانه. میگوید به شک تردید حضرت امام اعظم ابو حنیفه یعنی عده از صحابه‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نمی‌شناسند. اونایی را که بعد سال 80 یعنی بعد تولد حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله به کوفه آمدند. بعد خیال می‌کرد نام یک چند نفر می‌کنند که انس ابن مالک و جابر ابن عبدالله و عبدالله ابن ابی اوفا و عبدالله ابن الحارث ابن جزء و عبدالله ابن انیس و ابی طفیل و واصلة ابن اسقر. 7 نفر نمونه است. 7 نفر صحابیان پیغمبر که حضرت امام اعظم ابو حنیفه با اینا واخورده است. از بعضی‌هاش حتی حدیث شنیده است، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد حدیث میگه فإنه من طبقة التابعين. پس بیشک حضرت امام اعظم ابو حنیفه متعلق به طبقه تابعین است.
بزرگترین امام اربعه. تابعین یک درجه و منزلت بسیار بزرگ است. چرا ما با این تحقیق بگیریم؟ چون بعضی علمایی که خیاسان و بی‌بصران تصور دارن خاک پای امام اعظم ابو حنیفه نمیشود. اگر این رو دانشی حضرت امام یک بزرگترین فقط تابعین داشت از اونها هزاران و هزاران درجه و منزلت چطور میکنن؟ شما را خوب درک کنید. ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له. و میگوید همین تابعی بدن از برای هیچ یک امام دیگر ثابت نشده است. امامانی که در عهد حضرت امام اعظم رحمه الله زندگی میکردند تابعی بدن اونها به ثبوت نرسیده است. کالاوزاعی شام، مثل حضرت امام اوزاعی در عهد زندگانی حضرت امام اعظم در شام عالم کلانترین و زندگی میکرد. اون تابعی نیست. هیچ صحابی پیغمبر در یک فصل صحبت نکرده است. و حماد بن سلمة البصری همچنین یک عالم بزرگی در بصره میزیست در زمان حضرت امام اعظم، اما او هم مفتخر به صحبت صحابه پیغمبر نشده است. حماد بن سلمة و از ثوری بن کوفه حضرت سفیان ثوری معاصر حضرت امام اعظم که از رفقاش داشته بود، اما او هم از درجه و منزلت تابعی نرسیده است. و مالک بن مدینه حضرت امام مالک بن انس یکی از ائمه اربعه در مدینه منوره میزیست، اما هیچ یک از صحابه پیغمبر در نیافته است. و لیث بن سعد بن مصر یک عالم بزرگی در مصر میزیست به نام لیث بن سعد، او نیز از تبع تابعین است، از تابعین نیست. فقط حضرت امام اعظم از میان این ائمه معروف مفتخر به لقب تابعی گشته است. همین درجه بزرگ فهو من اعیان تابعین. ما تحقیق که حضرت ابن حجر الهیثمی که او از اعیان تابعین است، یعنی از بزرگای تابعین است این شخص حضرت امام اعظم. و تابعی بدن حضرت رو از میان علمای معروف و مشهور مسلمان ابن سعد در طبقات الکبری، ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه، علامه شمس الدین ذهبی در تذکرة الحفاظ، علامه قسطلانی در ارشاد الساری شرح صحیح البخاری. من با تحقیق میکنم که اینو یکم اخرش متعلق به مذهب امام اعظم نیستن. تمام حنفی مذهبا معتقد هستند که حضرت تابعین بودند، اما این بزرگان کسایی هستند که برای مذاهب متعلقند، اما تابعی بودن حضرت امام اعظم را ثابت کردند. و النووی فی تهذیب الاسماء واللغات، حضرت نووی در کتاب تهذیبش ثابت کرده است. و السیوطی فی تبییض الصحیفه، امام سیوطی در کتاب تبییض الصحیفهش ثابت کرده است که حضرت که از تابعین بود. پس در این هیچ شک و تردیدی باید نباشد که حضرت امام اعظم ابو حنیفه از تابعین است. از بس که پدرش ثروتمند بود، امکانیت داشت، در خوردی از برای او یک کاری را پیدا کرد که در یک مدت اندک، شما تصور کنید که حضرت امام چی فهمی داشت، در یک مدت اندک قرآن را پره فرار بود، حافظ کل قرآن داشت. اما بعدتر در کسب و کاری پدرش کمک میکرد در بازار، از این لحاظ دیگر به تعلیم علم به طریق تخصصی دست نزد، اما قاری و حافظ قرآن بوده دیگر با آموختن دیگر علمها و قدر اشتغال نداشت. در بازار و تجارت مشغول بود. پدرش یکی از تاجران کلانترین کوفه حساب می‌خورد. در تجارت خز نام یک متاع، بگیم این متاع‌های قیمت بهاترین حریر و خز، حضرت امام اعظم پدرش کمک میکرد بزرگترین تاجر در کوفه حساب می‌خورد. و بسیار شخصی امانتدار بود، شخصی رحمدل بود، در تجارت خیانت نمیکرد. در خبر آمده است که التاجر الصدیق الامین یحشر یوم القیامه مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین.
تاجری که راست قول و امانتدار است فردا روز قیامت همراه پیغمبران، همراه صلحا، همراه صدیقها، همراه شهدا حشر می‌شود. از این خاطر هم خداوند ببینه عنایتش کرد آخر الامر رو به سوی علم گذاشت. در چند مثالی از امانتداریش، از انصافش، از جوانمردیش به شما بگوییم و انشاءالله صحبت ما دوام می‌دهیم. یکی از شناسهاش روز به حضرت امام مراجعت کرد، رفیقش بود و یک لباس برای او سفارش کرد، یک کارتری میگیم سفارش کرد و صفت او لباس کرد که باید چنین چنان باشه و چنین علم داشته باشه، علامتا داشته باشه. روز حضرت امام شخصی را برات یا رفیقش فرستاد گفت بیا کارتت بگیر، یا لباس را تیار کردم. آمد و اون لباس از فرمایش خود بهتر و خوبتر یافت، بسیار وقتش کشید. گفت یا امام قیمت این چند است؟ امام بگیم که بسیار قیمتی درمان دارد. گفت 1 درهم. در تعجب افتاد، گفت تو مرا استهزا میکنی، مسخره میکنی؟ نخواه همه مال 1 درهم قیمت داشته باشه، هیچ باورم نمیآید. گفت من از همین لباس تو گرفته بودم با قیمت 20 دینار و 1 درهم، هر دوشا با هم 1 قیمت گرفته، یعنی دو کتار یک بار کتار سودا کردیم 20 دینار و 1 درهم گرفتیم. همین سحر گفت یک کتاشا 20 دینار فروختم، 1 دینارشا. اگه 1 درهم دیگه از پول من مانده است، من از رفیقان پول زیادتر نمیگیرم. همین 1 درهم دیگه بوده، همه همون خراجات اعتماد کرده بودم برای خریدنش تمام میشه. امروز متاسفانه اکثر تاجرای ما وقتی که شناسا شدیدن به خدا میده شد، برای که بیچاره روی خاطر میکنه یا بعضی کمزور نکنه، نرخ افزون نکنه و همین برای اینقدر گرفتار شدیم. جوانمردی این نوع اشاره را دارم. جوانمرد قسم به خدا در بازار هم جوانمرد است، در مسجد هم جوانمرد است، در معرکه هم جوانمرد است، در همه خانه هیچ هم جوانمرد است. این یک صفت مشخصاتی این. بار یک زن در مشیره افتادن برست، یک لباس خیلی آورد از برای فروختن. پیش حضرت امام آوردی همه لباس از من خریداری که من احتیاج به کل دارم. گفت چند از قیمتی؟ او زن گفت 100 درهم. 100 درهمش 10 دینار میشه، شاید زیاد میشه. حضرت گفت قیمت این کرتا بسیار گران است، قیمت این نمیکنه، ارزان میفرستی و بخره، یعنی ارزان میفرستی، قیمت معین کن. اون زن به عرمدار گفت 200 درهم. اون خواهد حالا ارزان میفرستی، تو قیمت تعیین نکرده. گفت 300 درهم. هر برای محمد که اوقات در درست زیاد میفرسته. گفت خودم کم است. اون زن گفت تو مرا مسخره میکنی، ما همون 100 درهم راضی هستیم، تو مرا مسخره بازی کردی. گفت خواهر برای یک مردی محرم تا بگی بیارم، یک شخصی مالشناس باشه، اما خودش تجارت می‌کنه. خیزم یک محرم شاورد و 500 درهم حضرت امام همون مال خرید. مال یکی با 100 درهم صاحبش راضی بود که از دستش بگیره، ببینید از دست قیمت همون مال با 500 برسید تا کدام درجه جوانمردی و مردار باشه. از این خاطر بود که خداوند هدایتش فرمود روز از نزد عامر ابن شرحبیل رحمه الله که با تخلص شعبی در اسلام معروف است، در عالم اسلام میگذشت. امام شعبی 500 نفر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده بود، از آنها علم آموخته بود. آمد با ادب سلامش داد. امام شعبی گفت ای جوان، با کجا رفت آدابی؟ با کجا میروی؟ گفت با بازار. گفت غرض من این است که پیش کدام عالی میروی، با کی همنشینی داری، از کی سبق می‌آموزی؟ گفت از هیچ کس. الان پیش کدام هیچ یک عالی نمی‌آمد. گفت ای جوان، از وجاهت تو زیرکی بویده است. این استعداد خداوندی را زیر پا نکن، یک نعمت خداوندی است، عمر ضایع نکن، بازار نمی‌گریزد. راست در پیش یک کس تقویل نمی‌کنه. و همین سخن امام شعبی آنچنان تأثیر عمیق در حضرت امام رسانید که در اندیشه رفتی که پیش کی رود. گفته که کوفه شهر علما بود،
کوفه شهر فضلا بود، مال و مال عالم و طالب علم‌ها بود. شیخ ابو محمد رام هرمزی در کتاب معروفش المحدث الفاضل روایت میکند از انس بن سیرین، یک عالم بزرگ، آتیت الکوفه فوجدت بها 4000 یطلبون الحدیث و 400 قد فقهوا. میگه وقتی که شهر کوفه اومده، این کار در اون زمانه حضرت امام اعظم بود، اومده میگه در تعجب افتاد بود 4000 شخص را دیده که طلب حدیث مشغول بود. 4000 شخص حدیث، 400 فقیه که اصول فقه هست کرده و مردم درس نمی‌کنه. اینه که یک شهر کوفه مکان بزرگوار بود، مکان علما بود. این شهر علقمه و اسود بزرگترین شاگردان حضرت عبدالله بن مسعود. این شهر ابراهیم نخعی بود، شهر شعبی بود، شهری بود که در او عبدالرحمن بن حماد بن ابی سلیمان زندگی میکرد. حضرت امام هم که اندیشه کرد کتاباش گرفت نزد حضرت حماد آمد. حماد بن ابی سلیمان شاگرد معروف حضرت ابراهیم نخعی. گفت میخوام در نزد تعلیم علم کنم. اونم به دل جان قبولش کرد و آنچنان به علم داده شد، روستا بیگاه در نزد استادش تعلیم علم میکرد، برای کفایت نمیکرد. شبا هم در پهلوش نشسته و درس میکرد. دیگر با تجارت بزرگ کمتر اعتبار میداد. مالی خود به مزاربه داده بود، یعنی که شخصایی را وکیل تعیین کرده و حالا با مزاربه داده بود که ما تجارت میکرده، لیکن هم کمتر منفعتی کرده میکرد. در دکانش بودیم یک شخصی را شمانده بود تا اینکه تجارت کنند از جانبش به وکالت و خود به تعلیم و به تعلم مشغول گشت. آنچنان غرقه تعلیم بود. حتی در مناقب حضرت آمده است امام حماد میگویند یک خروسی داشته، در این اول شب صدا میکرده است، در پاس اول شب. وقتی که میگه هم صدای خروس که بلند میشد، امام حماد بن ابی سلیمان هم کسی رسالش دیگه به جای رسیده بود موقع میشد و خروستان میگه تعلیم و علم و مقامه بسیار مشکل است. کتاب نگریستن و درس دادن بسیار مشکل است. از این خاطر همین صدای خروس که بلند میشد میگه که امروز سلام درس کرد او پیام. حضرت میگه و همون خروس نزدیک میشید و میگفت عجب خروسی شومی هستی، خدا جزای بدت بدم. متا خروسی بدبخت در اول شب صدا کنید. اوکی وقتی سوال زدن خروس پیش از دمیدن زمین سوالی کرد و بینه چقدر رای رفت و تعلیم و آموختن علم داشت. و در زمان زنده بودن استادش اونچنان مرتبه و منزله که یافت نامش نه فقط در کوفه بلکه در بسیاری از ممالک شهرهای اسلامی معروف و منتشر گشت. حضرت بر زمین حماد بن ابی سلیمان نزد دیگر بزرگان میرفت علم می‌آموخت. از جمله علم حدیث در نزد امام شعبی و در نزد اعمش می‌آموخت. باری در حضور امام اعمش نشسته بود. اعمش یکی از محدثین بسیار بزرگ است. حضرت علی بخاری همین را روایت کرده است و روایت از ابن حبان هم آمده است. میگوید ناخواسته یک شخصی آمده سؤال کرد از اعمش. اعمش به امام مراجعه کرد، گفت یا ابو حنیفه جوابی نمیدهی. شاگرد شروع کرد به جواب گفتن. دیگر اعمش مطمئن بود. وقتی که پاسخ حضرت امام دید و تمام دلایل قرینه، دلیل اول از قرآن می‌آورد، بعد از احادیث می‌آورد، شبهه امور به همدیگر مثلا موافق می‌سازد. گفت یا ابو حنیفه من این اخذت هذا؟ یا ابو حنیفه من در حیرت بودم، تو دلیلان از کجا گرفتی؟ تو چی سوالی من به کجا گفتی؟ خلقی من از کجا گرفتی؟ حضرت گفت أنت حدثتنا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. گفت یا امام تو ما حدیث گفتم دی، حدیثی که
ابو صالح از حضرت ابو هریره روایت کرد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین چنان گفت و عن ابی وائل عن عبد الله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا و کذا و تمام با من حدیث کردی از مقصدی دلیل را از خود گرفتم از ابو وائل که از حضرت عبدالله روایت کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین چنان گفت وعن أبي ميشاس عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا گفت خودت روایت کرده که حضرت ابو میشاس از حذیفه ابن یمان از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین روایت کرد. مبینه دلیل رو چه مبارزه. وعن ابي ذبيب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وجاء إمام محمد روايته حدث أسلام حضرت أعماش حسبك أساسه كويس ما حدثتك به في 100 يوم حدثتني به في ساعة واحدة اون چیزی را که من در مدت 100 روز از برای تو تعلیم دادم در 1 ساعت همه شد پیش من بیان کردی درسی 100 روز گرفته در 1 ساعت همه شد در پیش من بیان کردی بعد اقرار کرد انتم یا معشر الفقهاء الاطباء و نحن الصیادین گفت شما ای گروه فقها شما طبیب هستید طبیب امراض شما هستید ما محدثین داروسازان هستید دارو تیار میکنیم برای شما و شما موافق همون داروها قلب مردم را دوا میباشید یعنی که مرتبه فتوا از برای شما شایسته است. بعد از اون حضرت امام مراجعه به شاگرد داشت گفت فانت ایها الرجل اخذت بکلا طرفین ای مردی بزرگوار تو از هر دو او نصیب است خداوند از هر دو طرف است در هم طبیب هستی و هم نورساز هم حدیث روایت بکنی و هم از فیل قدر برخوردار هستی که فتوه بکنی این سخن اعمش است استاد حضرت امام اعظم شاگرد چشمی مقادم است در زمانی که حضرت امام اعظم ولی جواب ولی با اوج کمال علمی خود نرسیده بود این که شخص معروف و معتبری میشه و سبب این در استاداش بدونیست حضرت به حد نسبت استادای لیش مهربان بود به حد اینا را دوست می‌داشت که بار در حیاتش پاش طرف خانه حلال دیدی عبی سلمان استادش نماز می‌خواند است ادب ببینید اون مردایی که به جا و مرتبه میرسند چنین شخصا هستند که احترام علم و احترام استاد را به جا می‌برند دعای خیلی استاد را می‌بینند که خداوند به این درجه و معذرت می‌رساند و بیان نموده است که از زمانی که استاد مهربان من حماد از دنیا گذشت هر بار بعد از نماز اول برای استاد دعا میکنم بعد برای قدم مادر زیرا حق استاد از حق پدر مادر بیش است استاد تعلیم علمش است و در طول حیات خود بیش از 30 نفر باید روایت 36 باید روایت 40 نفر علما و مجتهدان را تیار کرد حضرت امام چنان علمشون آموزان چنان نسبت شاگرداشان بهره‌بان کرد حضرت امام ابو یوسف که بعدا قاضی القضات شد سردار قاضیای خلافت عباسی بزرگترین عالم عصر زمانش گشته بود شاگرد حضرت امام اعظم فقیر و کم‌قدر بود خود بیان میکند که مدت 20 سال حضرت امام من و اهل بیت من را خرام است هم دنیا را من حضرت امام خرام هم آخرت و وقتی که امام ابو یوسف آدم معروف و مشهور داشت مذهب امام اعظم ابو حنیفه را در سراسر عالم منتشر کردند نام استادان آن شاگردان زیده می‌دیدند و یک روایت حتی میگویند که صاحب 2 میلیون دینار شد سرمایه اون 2 میلیون تنگه طلا بود باری از او پرسیدند که چی آرزو داری از این دنیا گفت یگانه آرزوی من همین است که خداوند میسر بود بگردم که
اگر یک بار دیگر در مجلس حضرت استاد میشیشتم، یک بار دیگر صحبت استاد گوش میکردم، قسم به خدا من راضی بودم که در عوضش 1 میلیون تمغه دیده بود. اینایی از محبت بین استاد و بین شاگرد. و حضرت وقتی که حضرت امام اعظم وقتی که خود استاد شده بود، بالش استاد مهربان زنده بود، باری در دلش آرزو افتاد که مرا در حلقه علمی اداری بسازم، یک مکتب علمی به شاگردان قبول کنم و درس تدریس مشغول شوم. و همین نیت داخل مسجد شد. دید که همه در یک گوشه شیشت مویری 6 سفید، موی سفید چیزی شاگرداش در اطراف شیشتگی دل حضرت امام فشرده شد تا همه حد استاد چه می‌سازد. آمد در حلقه درس 6 تا زمانی که استاد زنده بود و تعلیم و تدریس مشغول بود. پس حضرت امام در یک مدت اندکی بعد از وفات استادش مکتب تعلیمی فقهی ردایی ساخت که چنان عالم‌ها چنان بزرگانی را و عرصه هستی خارج ساخت و عالم علم خارج ساخت که مسلمانان را از هوا و هوس، از راه بد، از فتنه و فساد توانستند که نگه بدارند و در چارچوبه لا اله الا الله و محمد رسول الله محفوظشان بدارند و این علم عزیزه، این دین عزیزه تا زمان ما چند و حرک چشم بیارند و رسمانند. حضرت عبدالله ابن مبارک شخصی که تمام معاصیراش حتی امیرالمؤمنین در حدیث میگفتند. تا شخصی معتبر معروف است، بسیار بزرگ است. وقتی کتاب رجال را معاینه میکنید قدر صفتی که در حق حضرت عبدالله ابن مبارک آمده است باور کنید یعنی احتیاج و تعریف توصیف ندارد. همین شخصی بزرگ یک مدت شاگردی حضرت امام اعظم ابو حنیفه را اختیار کرد. بیان می‌سازد اختلافت فی البلاد، شهرهای زیاد نگه داشته، اختلافت فی البلاد بعد گشتن شهرهای زیاد مثلا در هیچ مکان و در هیچ زمان در هیچ جای از امام اعظم ابو حنیفه فقیه‌تر کسی را نگفته. حتی بیان میکند فلم اعلم اصول الحلال والحرام حتی لقیت ابا حنیفه. خیلی قدر خواهد میگه اصول حلال و حرام کره یاد نگرفته، از اصول بیخبر بودم تا زمانی که به حضرت امام اعظم ابو حنیفه ما نخوند و حضرت امام برای میگه با اصول آشنا کرد. یعنی علم واقعی را من از حضرت امام اعظم ابو حنیفه گرفتم. كنا نختلف إلى مشائخ الحجاز والعراق فلم يكن مجلس أعظم بركة ولا أكثر نفعا من مجلس الإمام رحمه الله. در زمان جمهوری ما میگه شهرهای زیاد میگشتیم از نزد علما و مثلا شیخ‌های زیاد تعلیم علم گرفته، اما در هیچ جا و در هیچ مکان مجلس نافع‌تر و با برکت‌تر از مجلس حضرت امام اعظم ابو حنیفه در نیست. اینا اقرارهای شخصی هست که امیرالمؤمنین در حدیث با هم گرفته. جالست الناس فلم ارى احدا، با مردم بسیار نشسته خیز کردن میگن، با علما بسیار شیشته خیز کردن، فلم ارى احدا اعلم بالفتوى منه غلب على الناس بالحفظ والفقه والعلم والصيانه والديانه وشده الورع. از حضرت امام اعظم عالم‌تر و فتوا کسی را ندید. از تمام مردای عصر زمان خیش میگه و ذهن تیز و علم و فقه و محفوظ مانند از حرام و از کارهای نامشروع و با تقوا شدت ورع فرق میده. حضرت از همه بالاتر و بالاتر.
حتی بار گرد درباره اختیار رفت که بچه اختیار کردن اولاتر است. در رضی عبدالله ابن مبارک وقتی سخن شدن حضرت گفت لیس احد احق ان یقتدی به من ابی حنیفه. هیچ کس در جایی که امام اعظم ابو حنیفه هست هیچ کس مستحقی مقتدا بودن نیست. کسی حق نداره که بشه. همیشه مقتدا حضرت امام اعظم ابو حنیفه است در دست لأنه كان إماما تقيا ورعا عالما فقيها كشف العلم كشفا لم يكشف أحد. زیرا که تمام صفت‌ها را این بیانات با است و در علم چنان کشفیات‌هایی کرد، چنان اصول‌هایی را مطرح کرد که قبل از او کسی نکرده. حقیقتا اگر ببینید علمایی که واقعا خلاف‌ترس هستند این را به خاطر خلاف خواندند عربدجو و دعواگر نیستند، همه اقرار میکنند. حضرت امام شافعی که خودش صاحب مذهب است، ببینید صاحب مذهب است، در مذهب او مثلا همون بعضی چیزایی که ما قبول نداریم موجود هستند. یعنی اختلافات باعث رحمت ملت است در میان ما و میان مثلا شافعی مذهب زیاد است. مثل که اونا آمین بلند میگویند، آمین بلند اولاتر میدونند، بهتر میدونند، ما آمین پست است. اونا رفع یدین میکنند، ما رفع یدین نمیکنیم. هستند اختلافات. اما حضرت امام شافعی را ببینید عالم ربانی که هست میگه الناس عیال فی الفقه علی ابی حنیفه. تمام مردم میگه غرضش از تمام مردم علما است. یعنی علما در علم فقه همه محتاج امام اعظم ابو حنیفه است. لم ارى احدا افقه منه. کسی را میگه به درجه فقه او ندیدم، از او فقیه‌تر کسی را در ندیدم. اگر چند که حضرت امام ندید از امام شافعی من لم ينظر في كتب ابي حنيفه لم يتبحر في الفقه. هر کسی که در کتاب‌های حضرت امام اعظم نظر نکرده باشد، از روایات امام بزرگ اگر خبر نداشته باشد، او حدیث در علم متفقه نمیشه، او حدیث با علم کلام نمیشه. در حاجی برادر داریم چند مدت در قزاقستان بود. در روز میگه در اثر همین مسئله هم دعوا شد کی مستحق است به امامتی در قزاقستان که شافعی مذهب‌ها هم زیاد هستند، حنفی‌ها هم زیاد هستند. مردم قفقاز شمالی اکثرشون شافعی مذهب هستند. داغستانی‌ها، چچنی‌ها شافعی مذهب هستند. و یک نفر خیست گفت که مادام که پیروان مذهب امام اعظم ابو حنیفه هستند مستحق به امامت علی هستند. میگه خیلی هم چچنی‌ها را قبول دارند. میگن تو علی نه تو آنی اعظم معنی خودی میگه او اعظم است. البته درسته. ببینید مردمی که مذهب شدیده است بزرگی این جوانان اقرار هستند، امروز یک بشرافتان به زعرفتهایی که پدر و مادر جد و بابا شد همه حنفی مذهب را از این مذهب خروج کرد. چنین یک امام داره افتخار تمام عالمی‌ها است. حضرت وحشی ابن جراح استاد امام شافعی و استاد امام احمد بن حنبل شاگرد حضرت امام اعظم. روایت میکنم از وحشی ابن جراح که فرمود ما رأیت احدا افقه من ابی حنیفه. از امام اعظم ابو حنیفه فقیه‌تر کسی را ندیدم. ولا رأيت أحدا يصلي أحسن من أبي حنيفة. هیچ مردی را ندیدم که مثل حضرت امام اعظم زیبان موضوع کنند. این سخن وحشی ابن جراح است، استاد شافعی و استاد احمد بن حنبل. حضرت هارون بن یزید یک محدثی نهایت بزرگ است، محدث کلان است. میگه ادرکت الفا من الشیوخ. این قولها در تذکیرات و الفاظ علامه شمسیدین ذهبی و مدرسی که کوی هوایی نیستند، همه اینا حجت دلیل است. ادرکت الفا من الشیوخ فکتبت منهم.
در نزد حوا استاد من تعلیم علم گرفته بودم و از اونها علم کتابت کردم. فما رأیت اعلم ولا اورع ولا افقه من خمسه اولهم ابو حنیفه. از همه بزرگتر، از همه عالمتر، از همه با تقواتر، از همه فقیهتری همه 1000 نفر 5 کس بودند. در جای اول ابو حنیفه است رحمه الله تعالی. این مرتبه و منظره این شخص درست می‌کنه. حضرت سفیان بن عیینه یک عالم بزرگ بزرگ است، از رفقای حضرت امام در یک عصر زمان می‌زیستند. یکی از شیخ‌های بزرگ علم حدیث است. حضرت میگه لم یکن فی زمن ابی حنیفه بالکوفه رجل افقه منه ولا اورع ولا اعلم منه. در زمان زندگی امام اعظم ابو حنیفه در همون کوفه که مولومان عالمان بود، مرکز اساسی علم اسلامی بود، هیچ شخصی نه در فضیلت، نه در تقوا و ترس خدا، نه در علم و پایه امام اعظم ابو حنیفه نمی‌رسید. حضرت علامه ابن حجر اصفهانی در تهذیبش از مکی ابراهیم یک عالم محدث بزرگ دیگر روایت می‌کند کان ابو حنیفه اعلم زمانه. حضرت امام اعظم ابو حنیفه عالم‌ترین زمان خودش بود. اگر تصور می‌کرد که شخص به این درجه و به این پایه‌ها برسد، البته که دشمنش نمی‌شه. بدگوها و بدخواهاش زیاد بشه. خاصتا که حضرت امام همیشه حقیقت بیان می‌کرد. روی خاطر این کسی را نمی‌دید. دشمنان پیدا شدن که در خطش سمای رسالات موجود می‌کنند. دشمنان پیدا شدن که اصحاباش بدگویی را شروع کردند. حتی روایت میکنند بار هنگامی حج خانه خدا حضرت امام رحمه الله با محمد باقر رحمه الله که پدر حضرت امام جعفر صادق است واخو امام باقر نبره حضرت امام حسن گفت یا ابو حنیفه تو همون شخصی هستی که قول جد ما را رد میکنی و قیاس را یعنی دلایل عقلی را بر قول بابای ما ترجیح میکنی. غرض از بابای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. گفت خدا میگه برای من قول محمد صلی الله علیه و سلم رد میکنم. خدا بیاد در شکل و بله که همون شخص است. ببینید تو این موضوع به سعادت همه یابا میگم. امین بدن گفتن سنت است، امین پس گفتن بدعت ترک سنت. پس امام اعظم ابو حنیفه و تمام پیروانش که قریب 1 میلیارد را تشکیل میکنن اویا که دست و بدعت ترک سنت زده باشه. همین گپ متاسفانه تو این موضوع ندست. اما بی‌شرافتا و بدخواها و بدگوها نمودیم تخمشان هست. خداوند تخمشان نخش کنه. حضرت امام گفت یا امام گفته در زمین رو حقها داریم، یک جای مناسب برای خودت اختیار کنشیم هر صحبت کنیم وقت قضاوت کنیم. وقتی که امام باقی را شنید و اون مراجعت کرد گفت یا امام زن ضعیف است یا مرد؟ گفت زن. خورات جسمانی مرد البته که نسبت زن زیاد است. گفت در تقسیم میراث حصه زن چقدر است؟ گفت حصه زن از مرد 1 برابر کمتر است. یعنی که در صورتی که مرد حصه میگیره و زن 1 حصه میرسه. حصه را بخیر بعد از آن داشته باشه. گفت این قول دینی بابایتون محمد صلی الله علیه و سلم است که ما همه را قبول داریم. اگر من با قیاس فتوا میدادم و دلیل‌های عقلی فتوا میدادم در این صورت حصه زن 2 برابر حصه مرد میکرد. یه مرد میرود کار میکنه و پول میرود زن عاجزه پشتی پره. اما ما ذره از فرموده بابای تو خارج نشدیم. این دینی بابای تو از ما قبولش داریم. ما سوالش کرد گفت نماز بزرگتر است از عبادات روزه.
امام باقر قامت نماز روشنایی ده چشم پیغمبر است. گفت زنی که در حالت حیض یا نفاس قرار دارد نماز و روزهاش اگر فوت شود کدام قضا می‌دارد؟ نماز قضا می‌دارد یا روزه نه؟ حضرت امام گفت روزه را قضا می‌دارد نماز نه. گفت این قول جدی‌تر است که ما اختیارش کردیم. اگر ما با قیاس فتوا می‌دادم در این صورت زنا را عمل می‌کردم که نمازشون قضا بدارم مادام که فضیلت نماز نسبت به فضیلت روزه بیشتر است. اما دیدی که ما از قول جدید خارج نشیم. ولی باید یک سؤال دیگر میتونه باید خود گفت پیشاب نجیستر است یا منی؟ آبی منی. امام گفت پیشاب. واقعا پیشاب نجیستر است. پیشاب وقتی که اگر در لباس صورت کنند تا او لباس آنها شوید پاک نمیشه. در صورتی که آبی منی اگر خشک شود و فرقی با بیست پاک میکرد. در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی خشک شود و سری داخل وقتی دوش بگرفتیش پاک میشود. از این خاطر حضرت امام محمد باقر گفت که پیشاب نجیستر است. گفت از پیشاب غسل واجب میشود یا از خارج شدن منی؟ گفت از خارج شدن منی. اون معنی قول جدیدتر است. اگر من با استدلال عقلی تکیه میکردم با قیاس فتوا میدادم بعدی پیشاب کردن مردم عمل میکردم که غسل کنن نه بعدی خارج شدن منی. وقتی که حضرت امام محمد باقر استخارای امام شریف ادرس خارجی از پیشانیش پرسید گفت لعنت بر فتنه‌گران لعنت بر دروغگو و تهمتگرا که نسبت به خدمت بزرگ چنین تهمت رو می‌کنند. حضرت امام چندان سیام از امام محمد باقر گرفته است و او هم در زمانه استاداش محسوب میشه. حضرت عبدالله بن مبارک روایت می‌کند که وقتی میگه به شام رفتن از امام اوزاعی که از علمای شام است. حتی که مذهب امام اوزاعی چند مدت عرضی وجود کرده است. در بعضی روایات واسه حدود 200 سال در شام مذهب اوزاعی مروج شد. نویج شد. وقتی که عبدالله بن مبارک که نزد اوزاعی نیست تعلیم علم کرده و شاگرد بود اومد گفت من هذا الرجل الذي خرج من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يعني أبو حنيفة کجا عبدالله این مردی که مردی مبتدعی که در کوفه پیدا شده است کنیش ابو حنیفه است این چی کسه که دست به بدعت زده است بدعت کار است. حضرت عبدالله بن مبارک میگه در جوابش چیزی نگفتم برای قبول میکنم کسی که حضرت امام ندیده باشد با اصول مذهبش آشنا نباشد چه میتونه حکم کنه؟ بعد به خونه رفتم چند از مسائل را که حضرت امام اعظم ابو حنیفه مطرح کرده است واقعا در هر مسائل در جواب گفتن اونها نظیر و مانع نداره. حضرت امام آمده میگه در نزد اوزاعی گذاشتم گیری فقط خان اون مسئله را با عشق کنم. بعد خان که مصنفش نعمان ابن ثابت است نوشت است گفت نعمان ثابت منبوع این چی کس از کجا این مبارک نعمان ابن ثابت این را من نوشت کی است میگه در جواب گفتم که شیخ من العراق یک شیخ از عراق است. گفت هذا نبیل من المشایخ این یک شخص بسیار ارزنده و بزرگ از مشایخ است. این حق از نکنیم کشش در نزدش تعلیم علم فقه بود که مرگی خدر را نشان از ما ایران نمیشناسم. ولی عبدالله بن مبارک در جواب گفتم که هذا ابو حنیفه الذی نهیت عنه این همه ابو حنیفه است که تو مرا نهی کرده است که پیشش نرو. این که مرد چه شخصی بزرگ است. بعد وقتی که خداوند مساعد آورد امام اوزاعی با حضرت امام دور در سفر حج با خوردن و به همدیگر صحبت کردن و از حضرت امام آشنایی پیدا کرد. از نزدیک با حضرت امام وقتی که آشنا شد عبدالله بن مبارک میگه که اقرار کرد گفت خبرت رجل بکثرت علمه و غفور عقلی. حقیقتا ما به همین وقت حسد می‌کنیم از بسیاری دانش و از عقل بزرگش که خداوند این قدر علم شده است و این قدر عقل و فراست دارد.
غیبت حسد بریزه نیستن، یعنی این حسد نیست، یعنی این گناه نیست. مثلا یک مردی را خدا داده است که شده موافق شده است یا مال مثلا ثروت زیاد شده است، پس یک مسلمان آرزو میکنه که خداوند تمام بخیر بکنه، این غیبت میکنه. و این موافقه هم میگه که من الان غیبت بردم به حضرت امام از بسیاری علم و از کثرت عقل که خدا تعالی به او عطا کرده است. و استغفر الله تعالی لقد كنت في غلط ذاكر پرزیم و نجو. من میگه از خدای تعالی طلب استغفار بکنم که حقیقتا در یک غلط فحش کردم که نسبت همین مرد گمانی غلط داشتم، تهمتش میکردم بس خدای دیگر. فانه بخلاف ما امرنا منه، زیرا که او را بخلاف اون چیزایی که ازش خبر آمد رسید رسید نمیشه. راستی که وقتم به واقعی رسیده است ولی صحبت ما وقت کنه دین نشده است. انشاءالله با هفته آینده در موضوع حضرت امام اعظم ابو حنیفه با شما صحبت با مفصل خواهیم کرد درباره جریان حیاتش، درباره طعنه و ملامت بعضی کسایی که نسبت به حضرت امام اعظم تعویل کردند، سخنهای ناشایسته و ناسزا گفتند، مفصلا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و یک نظم که در وصف حضرت امام اعظم ابو حنیفه بزرگان نوشتند، حتی بعضی‌ها میگن که صاحب این نظم حضرت عبدالله ابن مبارک است. شخصی بزرگ لقد زال البلاد و من علیها امام المسلمین ابو حنیفه. و تحقیق میگه زینت داد بلاد مسلمانان را امام مسلمانان ابو حنیفه رحمه الله. و چی زینت داد؟ بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة. بأحكام كتاب بنشانه‌های علمی و اصولی که مطرح ساخت، با فقهی که برای مسلمانان هدیه‌اش کرد، پدر فقه اسلامی است. فما بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفه. حضرت عبدالله ابن مبارک میگه که امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه در مشرق نظیر مانند دارد، نه در مغرب، نه در شهر کوفه. اماما صار فی الاسلام نورا امینا للرسول والخلیفه. امامی که در اسلام یک نوری گشت، برای مسلمانان یک رحمت الهی بود و شخصی امانتداری محمد صلی الله علیه و سلم و خلفای راشد. وقد قال ابن ادریس مقالا صحیح النقل فی حکم لطیفه. حضرت امام شافعی میگه یک مقاله داره صحیح النقل که نقل صحیح درست است و در میان مردم مثل لطیفه باری معروف شد. بأن الناس في الفقه عيال على فقه امام ابي حنیفه. قول حضرت امام شافعی است تمام مردم در فقه، تمام علما در فقه در نزد امام اعظم ابو حنیفه حکم عیار دارند، محتاج و مصلحت و فقه و اصول امام اعظم ابو حنیفه هستند. فلعنه ربنا اعد ورمل على من رد قول ابي حنیفه. پس لعنت خدا باد بر کسایی که دشمنی حضرت امام اعظم اختیار. لعنت خدا باد بر کسایی که سنگ ملامت به سوی حضرت امام میاندازند. خداوند بزرگان را مثل حضرت امام اعظم ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل که در لحظه های بی‌نهایت حساس، در زمانی که اهل هوا خروج کرده بودند، در زمانی که بدعت‌های مختلفه از هر سو بالای مسلمانان آمده بود، توانستند که دین مبین اسلام را از دسیسه ها، از هوا و هوس ها، از فسادها نگه دارند و مردم مسلمان را در احاطه و چارچوبه مذاهب اربعه از
فیسق و فساد محافظت سازند، از اعتقاد بد محافظت دارند. خداوند قصرهای جنتی از براشون در جنت المأوا احداث نماید و پروردگار امتی محمد صلی الله علیه و سلم را که واقعا از این دوروهای گرانبها تا امروز الحمدلله استفاده بوده ایستادند و انشاءالله استفاده خواهند بود نسبت این ائمه اربعه محیط طرفدار هواخواه گرداند و دعا میکنیم که خداوند این امامای بزرگی را که واقعا قصر دین اسلامی را زینت و زین بخشیدند در جوار رحمت خیش مستقر گرداند. انشاءالله با جواب صحبت هفته نماز در مسجد همراه فرزنداش ادا کنند. اگه نامش نبگیره انشاءالله خودش فهمید امید است از خدا که من بعد نماز در مسجد خواهد کنند. مرتضی در حق یک برادر دعا کنید که در ساختمان مسجد کمک میکند. خداوند جمیع مراد مقصودهای دینی به دنیا میشه حاصل کنند. در حق برادرانی که در مسجد خدمت کرده ایستاده‌اند دعای خیر کنید. در حق برادرانی که برای مسجد چیزهای ساختمانی را قرض میدهند دعای خیر کنید. واقعا احتیاج به دعای خیر ایمان است. وعده پیامبر صادق مصدوق است. هر کسی برای خدا از برای خدا یک مسجد بسازد اگر چند مثل نانه یک پرنده باشد خداوند به نام او بنده در جنت المأوا یک کشک یک قصر آماده میکند. راه میکنه که خداوند در فردوس اعلی همنشین و حق صاحب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم محشور شد. و یک عده برادران از همون روز شنبه که حشر اعلام کردیم الحمدلله تا همین شب گذشته در مسجد و کار مشغول بودم. ما تاکید کردیم برادران از اینکه ساختمان داریم اگر چند به چشم معین است اما یک ساختمان بسیار جدی است که در قفا در حاجتخانه کار رفته ایستاده است. از این لحاظ انشاءالله در حق اینا که دعا کردیم که خداوند مغفرت رحمت کنه گذشته‌هاش و پروردگار خشم از سربلندی دنیا را نصیب و روزی مبیند. همچنین روزی شنبه یک شنبه را با حشر اعلام می‌کنیم. خشم به حال کسی که امکان دارد خداوند تواناییش دارد از